مشتاق رحیم بازیکن سابق کریکت و کارشناس این رشته ورزشی با ما هست. آقای رحیم، بازی خیلی سختی بود و تا دقایق پایانی هم مشخص نبود که آیا افغانستان میتونه به نیمه نهایی برسه یا نه. بازی رو چطور دیدید؟ کاملا یک بازی بسیار سخت و چالش برانگیز بود، نه تنهایی بلکه پیش از این در دور ابتدایی مسابقات افغانستان با تیم‌های بسیار قوی که عبارت از نیوزیلند بود مواجه بود، بعداً با استرالیا و هندوستان روبرو بود. تمام مراحل را که پشت سر گذاشتند در تمامش تیم‌های بسیار بزرگ و قوی و با دارنده بازیکنان بسیار قوی بودند و به همین دلیل تا این مرحله رسیدن تیم افغانستان به نظر من یک دستاورد خیلی بزرگ و تاریخی است، بالخصوص بازی آخری که بازیکنان افغان در نوبت خود در توپزنی یا بتینگ با اون اندازه ندروشیدن که توقع میشد و به همین دلیل فشار جدی بود که تیم افغانستان مواجه شد. اما دیدیم که بازیکنان افغانستان از خود فوق‌العادگی نشان داده به مرحله نیمه نهایی خود رساندن. دیگه دستاورد بزرگ برای افغانستان در عرصه سپورت و بالخصوص در بخش کریکت است. بازی بعدی برای این تیم بازی سختی خواهد بود. آفریقای جنوبی که تا الان توی بازی‌هاش شکست نخورده تا اینجا که در این رقابت‌ها آمده بالا. فکر می‌کنید که افغانستان چقدر شانس داشته باشه مقابل آفریقای جنوبی؟ ببینید، هر تیمی که در مرحله نیمه نهایی از 20 بهترین جهان به نیمه نهایی یا 4 برتر می‌آید، طبیعی است که تیم بسیار قوی و بهتر می باشد. تا جایی که بحث از تیم جنوبی افریقا است، اینا بازی های خوبی را انجام دادن، اما در پالویش اگر دیده شود قوت افغانستان و بازی هایی که افغانستان کرده و دمی عرصه نزدیکی که تیم های بزرگی را در گذشته 1 سال یا 14 ماه روبرو شدن و اونا را چالش کردن، به چالش برانگیختن، توقع همی است که باید یک بازی خوبی باشه، به خاطر که تیم افغانستان هم که به دور نیمه نهایی آمده طبیعی است که از خود یک ظرفیت نشان داده و بازیکنانی که در تیم افغانستان است به سطح جهانی نامی و شناخته شده است. یک بازی خوب توقع شده میتونه و توقع کرده میتونیم که افغانستان تیم ساوت افریقا را به چالش بیاندازه و حتی ما زیاد توقع داریم که از اونا برنده هم شوند. آقای رحیم، با ما باشید. همزمان شهاب مساوات، خبرنگار آزاد که مسابقه های کریکت رو هم دنبال میکنه، از لندن به ما پیوسته. آقای مساوات، شما بازی رو چطور دیدید؟ باعث تعجب بسیاری برای من نبود، چون توی این تورنمنت افغانستان با قدرت زیادی، با قوت زیادی بازی کرده و دیدیم که در تمام آمار چیز بودن، خیلی پیشتر بودن، به خصوص هم ضربه زنهاشون هم بولراشون خیلی چیز با امتیاز بازی کردن، خیلی با حرفه‌ای بازی کردن و واقعا حقشونه که به این مرحله صعود کردن. یه چیز درست شگفت انگیز هستش، چیز غیر قابل پیش بینی بود در آغاز این تورنمنت، ولی در طول تورنمنت دیدیم که افغانستان واقعا یک تیم قادری هستش و واقعا لیاقت این سمت رو داره. شادی خیلی زیادی هم در جامعه افغانستان ایجاد کرده، در جامعه‌ای که موسیقی اصولا چندان الان با وجود طالبان شرایط سختی داره، اما مردم به خیابان‌ها آمدند و با موسیقی رقصیدند. از آقای رحیم سوال کردم راجع به بازی بعدی افغانستان، از شما هم میپرسم. بازیشون با آفریقای جنوبی خواهد بود. فکر می‌کنید چقدر شانس دارن اونجا؟ بله، شانس که دارن، مسلما شانس دارن. همه اون تیم هایی که به این 4 تا نهایی رسیدن شانس دارن. منتها یک نکته که باید در نظر بگیریم اینه که از 2 تا تیمی که توی 12 تا بهترین تیم های تست کریکت هستن، اون تیم هایی که اجازه دارن تمام نحوه های کریکت رو بازی بکنن، از اون 12 تا تیم 2 تا تیم هستن که افغانستان از اونها هیچ وقت پیروزی نداشته و یکیشون آفریقای جنوبی و اون یکی هندوستانه که امکانش هستش که اگر
از مرحله آفریقای جنوبی صعود کنه، بعد به دیدار هندوستان بره و چالش بزرگی برای افغانستان، ولی واقعا یک تیمیه که با همت بازی میکنه، یک تیم شجاعی هستش و کاپیتان این تیم رشید خان خودش واقعا رشید هستش، واقعا سینه رو سپر میکنه و بقیه تیم هم همینطور هستن، اصلا کاملا بی‌ترس هستن و من فکر میکنم که اگر تیمی باشه که بتونه از پس آفریقای جنوبی بر بیاد، افغانستان هستش. آقای رحیم، حکومت طالبان هم برای تبریک گفته به این تیم. برای خیلی ها سوال پیش میاد که در شرایط کنونی که در افغانستان شرایط به هر حال بسیار مشکل هست، در زمینه ورزش هم برای خود ورزشکاران هم کار سختی در پیش هست، چطور این تیم تونسته انسجام خودش رو حفظ کنه؟ ببینید، یک چیز اگر تاریخ تیم کرکت افغانستان ما و شما مطالعه کنیم، شاید در 20 یا 25 سال گذشته کرکت یگانه چیزی است که خالص و خالص تولید مردم افغانستان است. هیچ نوع کمک خارجی، چی کمک مالی باشد، چی کمک لوجستیکی باشد و یا کمک سیاسی باشد، به می بنا یک چیزی که تولید خودشان است و تولید ظرفیت و زحمتشان است. با مو دلیل در هر نوع حالاتی که چی موافق بوده و چی ناموافق حالات بوده، اینا تانستن که امو زحمت خود و جوش و جذبه و همت خود نگاه داشته باشن. با یاد داریم که وقتی که در آگوست 2021 در افغانستان نظام سیاسی تغییر کرد و در افغانستان فقط یک ماه بعدش به جام جهانی سال 2021 رفت، اونجا دیده میشد که از نگاه روانی تغییر سیاسی اینا را تحت فشار جدی قرار داده، اما باز ما دیدیم که اونجا اینا خوب درخشیدن و خوب بازی کردن. به این معنا که بازیکنای کرکت در تمام حالات، بالخصوص در حالات ناموافق، بهترتر درخشیدن و در گذشته ها اگر دیده شود حکومت ها تا او اندازه که لازم بوده در دوران جمهوریت هم با او اندازه که لازم بود با کرکت همکاری نکردن. یعنی این تمامش همو زحمات خودشان است و همو زحمات و همو همت خود و همو جذبه و جوش خود نگاه کرده اینا بازی میکنه و به می دلیل حالات سیاسی و حالات اقتصادی کدام تاثیر سر اینا نداشته و توقعی است که در آینده هم به می شکل اینا پیش برن. آقای مساوات وقت زیادی نداره، این ورزشی است که در کشورهای مثل ایران شاید اونقدر با جدیت دنبال نمیشه. امید هست که با این برد تیم افغانستان شاید در منطقه جدی‌تر دیده بشه؟ نه، اصلا اینطور نیست. کریکت تبدیل شده به یک بازی مثل راگبی، به یک ورزش جهانی و در 2 سال گذشته کامبوج، ساحل عاج، ازبکستان به تازگی ترین کشورهای پیوسته به شورای بین‌المللی کریکت ملحق شدند. ایران هم از جمله سال 2017 به این شورا پیوست. بنابراین یه بازی جهانی هستش و پیروزی های افغانستان مسلما اینو تقویت میکنند، مسلما، و خیلی خیلی شادآور. خوشبین هستیم. ممنون ازتون شهاب مساوات، خبرنگار آزاد با ما و همینطور مشتاق رحیم، بازیکن سابق تیم کریکت افغانستان. ممنون.